سلام به همگی، امیدوارم هر جایی که هستید تک تک مثل همیشه حالتون عالی باشه. خب طی چند روز گذشته در واقع یک روند کاملا افسار گسیخته رو بیت کوین به سمت بالا شروع کرده که امروز میخوایم مفصل راجع به اینکه کی این حرکت صعودی در واقع قراره به پایان خودش اینجا سلام کنه صحبت بکنیم و آیا در ادامه ما در کل قراره تارگت های جدید قیمتی و کشف جدید سقف قیمتی برای بیت کوین داشته باشیم، یا اینکه نه خیلی سیمپلی قراره بریم که کفی که در 15 روز پیش اینجا زدیم رو دوباره بشکنیم و بریم برای تارگت های خیلی خیلی پایینتر و در واقع پایان بازار سعودی. خب برای اینکه این موضوع رو با همدیگه بررسی بکنیم، در ابتدا نیازه که مارکت رو به صورت کلی با همدیگه نگاه بکنیم. خب تا به اینجا چی داشتیم؟ یک رنجی داشتیم که از دست رفت، اما با قدرت خیلی سریع اینجا مارکت تونست کف کانال رنج رو پس بگیره. پس یه جورایی الان میتونیم با این حرکت یک نشونه قدرت رو روی چارت ببینیم. از طرف دیگه داریم میبینیم که value یا lower رنج ما توی این زون تونسته باز پس گرفته بشه. پس یه جورایی باز داره به ما نشون میده و نشانگر اینه که در واقع گاوها و افرادی که در واقع بولیش هستن و خرید دارن میزنن توی مارکت زورشون میچربه به افرادی که فروشنده و سلر هستن. از طرف دیگه یک روند کاملا نزولی رو تو تایم فریم 4 ساعته و روزانه اینجا ما روی چارت بیت کوین با همدیگه داشتیم که خب دیگه الان میبینیم دیگه واقعا الان توالی ما روند نزولی نداریم و الان داریم یه جورایی series of higher high and higher lows میزنیم. یه سری از کف و سقف‌های بالاتر از یکدیگر رو داریم در واقع اینجا برای هم قرار میدیم و یه جوری میتونم بگم اون زون کلیدی که باید مارکت میشکست که مدت هاست روی چارت تحلیلمون با هم هست روی چارت، این زون قرمز بالاخره شکسته شد و خب در واقع باز یه نشانه قدرت برای گاوهای مارکت. نگاه همونطور که اون موقع که مارکت اینجا توی این محدوده قرار داشت نزولی بودیم و انتظار تارگت های خیلی پایینتر رو داشتیم، چون که داده و فکت روی چارت داشت در واقع به ما نشون میداد که مارکت قراره به سمت تارگت های پایینتر بره. الان خب یه جورایی داریم اینجا قدرت رو روی چارت میبینیم. پس یه جورایی منطقی هستش که ما بخوایم مارکت رو اینجا بولیش نگاه بکنیم به سمت تارگت های بالاتر و من خودم به شخصه معتقدم که حالا سطوح بالاتری رو ما میتونیم خیلی زود اینجا با همدیگه ببینیم. اما برای اینکه حالا بخوایم دقیق تر زونهای ترید جزایی پیدا کنیم و روند و حرکت مارکت رو اینجا با همدیگه تشخیص بدیم، خب نیازه که از سطوح و لول های بیشتری استفاده کنیم. خب اجازه بدید بریم توی تایم فریم 4 ساعته که بتونیم مارکت رو قشنگتر و واضحتر ببینیم و از اون طرف سطوح ترید خودمون که آپدیت شدن رو باز اینجا با همدیگه روی چارت مشخص کنیم. خب همونجور که دارید میبینید توی محدوده که الان اینجا قرار داریم میدلاین کانالمون هست و این ریزشی که در واقع حالا نمیشه گفت اسمش هم ریزش، ولی خب همین اصلاح قیمت 2.5% هم که اینجا اتفاق افتاده خب دور از ذهن نبوده. دقیقا خوردیم به میدلاین و نقطه وسط کانالمون. خب تکنیکال کلاسیک اصلا خیلی ساده اینجا ستاپ شورت اسکلپی میتونسته در واقع به تریدر بده. اما در کل من این زون رو زون ماژور و اصلی حقیقتا تا به این لحظه که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم نمیبینم و خب یه جورایی علاقه‌مندم که مارکت بیاد این نیکد پوینت آف کنترل خط که با خط سفید رنگ نشون دادم و خط بنفشنگمون توی محدوده 67500 رو مارکت اینجا بیاد به خودش ببینه. به نظر من تستی که مارکت روی این زون میده میتونه بسیار تعیین کننده و کلیدی باشه داخل مارکت، چرا که اگر توی این محدوده ما در تایم فریم پایین مثلا تایم فریم 15 دقیقه خب مثلا اینجا داشتیم با یک روند صعودی می اومدیم بالا و بعد بتونیم اینجا روند رو عوض کنیم و ستاپ بگیریم، خب قطعا برای من اینجا میتونه یک ستاپ سل داشته باشه داخل مارکت برای چارت بیت کوین که خب میتونم در واقع به این شکل اینجا بگیرمش. اگر تو تایم فریم مثلا 15 دقیقه یا 30 دقیقه اینجا ما بتونیم که در واقع روند نزولی که پیدا کردم اینجا بپرم و یه تریدی ازش بگیرم. خب طبیعتا دیگه ستاپ های تریدمون رو فکر میکنم تا اینجا هم دیگه عادت کرده باشید. نسبت 1:1 رو که به حد ضرر داد یک سیو سود و در واقع حد ضرر میاد نقطه ورودتون. خواهشاً این موضوع رو هم رعایتش بکنید. پس در کل مارکت اینجا برای من خیلی
لول کلیدی و حیاتی هستش که وقتی که مارکت حالا در کل اینجا اومد و این سطح 67500 بسیار سطح مهمیه از نظر من، یک رنج هم در نظر بگیرش. یعنی حالا درسته اصلیش این محدوده 67500، یعنی عدد 67500 بسیار عدد مهمی هستش، اما خب یه مقداری بهش فضا بدید، یعنی اجازه بدید مثلا یه جای بین محدوده 67500 تا محدوده 68000 تا رو شما در نظر بگیرید. اگر دیگه خیلی بالاتر 67800 800 900 اینا دیگه اینجا اومد، دیگه شکست برای من محسوب میشه. اما تو این محدوده اگر بتونم یک بازه نزولی پیدا کنم، قطعا ازش به عنوان ستاپ اسکلپ شورت در نظر میگیرم. دقت کنید و حالا که مارکت داره به من قدرت نشون میده، پس تا جایی که میخوام برای بازه زمانی کوتاهی داخل معاملات فروش باشم و از اون طرف بیشتر سعی کنم زونهای خوبی پیدا کنم که معاملای خریدم و باهاش خیلی زمان بیشتری باشم، چون روند الان صعودی شده. خب طبیعتا اینجایی که روند نزولی بود، مثلا این ستاپ اگه یادتون باشه این تیکر رو که با هم گرفتیم، خب انتظار نداشتیم توی روند نزولی قرار باشه خیلی ازش سود بگیریم از یه معامله خرید، نه، به طبع انتظار داشتیم هر بالایی میذاره مارکت رو بفروشیم. اما اینجا الان داستان عوض شده، یعنی جاهایی که میتونه به ما معامله فروش بده رو ازش استفاده میکنیم، اما سریع میخوایم بیایم بیرون و از اون طرف زونهای خرید جذابی رو پیدا کنیم که در واقع بتونیم یه تیکه گنده باهاش همراه باشیم. پس دقت داشته باشید این محدوده 67500 لول فوق العاده کلیدی هستش. بله اون طرف محدوده 69 تا 70000 تا باز یه زون بسیار قوی هم داریم که اینجا هم پتانسیلی شاید بتونه یه اسکلپ شورت بده، اما حقیقتا زون اصلی برای من این محدوده 67500 هستش. بازپسگیریش یه جورایی به صورت ماژور داره نشونه قدرت برای گاوه‌های مارکت و افرادی که داخل مارکت سودی هستن رو داره برای من در واقع نشانه میده. خب حالا نیازه که در واقع این پترن رو هم با هم دیگه، خب میدونید بار پترن های خیلی زیادی رو ما تو چنل با هم بررسی میکنیم، خیلی اکثر وقتا میبینید مارکت مو به موش میره جلو. من برام باز با این حال دور از ذهن نخواهد بود که اگر در واقع یه همچین شکلی داخل مارکت اینجا ببینم، یعنی مثلا یک ریجکشن از این زون بالایی که با هم دیگه داشتیم، فکر کنم یه ذره زومش کنم که شما هم بتونید بهتر ببینید. آره مثلا اینجا اگر که یه همچین چیزی هم من روی چارتم ببینم، برام خیلی دور از انتظار نیست. همه چی برمیگرده به ریاکشنی که در واقع توی این زون مارکت به ما میده. اما خب این ستاپ شورتی که این بالا با هم دیگه داریم، اگر مارکت ستاپش رو داد، این ستاپ میتونه به نظر من ما رو یه جایی توی این مده 59 60 هم حتی در واقع همراهیش بکنیم. با سیو سود میایم پایین، اما اگه این وسط کارش هم یهو در رفت بالا، اصلا راجبش صحبت کردیم، برام دور از ذهن نخواهد بود برای چارت بیت کوین. اما از اون طرف این پایینی که میزنه اینجا یه فرصت جذاب برای من خواهد بود که دوباره اینجا مارکت رو بخوام لانگش کنم که بتونیم اینجا به صورت کاملا پارابولیک به سمت بالا بریم، مارکت برگرده بیاد این بالا یه چند روزی بمونه. به نظرم مادر اف آل شورت اسکویزز رو میبینیم، یعنی یه جورایی هر کی تو مارکت شورت میکنه رکت میشه. ببینیم و تعریف کنیم البته چه اتفاقی در واقع داخل مارکت میتونه بیفته. صرفا دقت کنید این صحبت‌ها هیچ کدوم قرار نیست 100% داخل مارکت اتفاق بیفتن، اینا هیچ کدوم توصیه مالی نیستن دوستان. مسئله تک تک سود و ضرر معاملات با خودتون، هرچند خب وین ریت بسیار بالایی داریم دیگه، به صورت لایو این تایم داریم تک تک معاملات و ستاپ با شما عزیزان من اینجا به اشتراک میذارم. اما خب باز چیزی نیست که شما بخواید اینجوریش حساب بکنید. بای دی وی تا فرصت هست که ما در واقع به پایان ویدیو بریم، فراموش نکنید دوستان اگر علاقه‌مندی که توی آکادمی ترید من به صورت کاملا رایگان برای یک ماه دسترسی پیدا کنید به تمامی محتوای آموزشی دسترسی داشته باشید و بخشی از تیم من داخل آکادمی باشید، خیلی ساده میتونید وقت بذارید و داخل لینکی که توی دیسکریپشن و کامنت اول گذاشتم داخل بروکر اوربکس ثبت نام بکنید برای ترید معاملات طلا و حالا فارکسی که در واقع توی چنل با هم دیگه ستاپاشو من به شما عزیزان میدم. از اون طرف میتونید در واقع از لینک بینگیکس استفاده کنید، اما بینگیکس شاید به مشکل بخورید، خیلی زود خدمتون یک بروکر جدید اعلام میکنم برای حالا بعد کریپتوتون. اما برای فارکس علل حساب افرادی که داخل اوربکس با من ثبت نام بکنن، حساب لایو داشته باشن، 3 الی 4 روز دیگه نتیجه نهاییشو
در نظر میگیریم و تک تک اعضایی که در واقع اینجا ثبت نام کنن و با ما داخل اوربکس ترید بکنن 1 ماه دسترسی کاملا رایگان آکادمی ما رو خواهند داشت. جزئیات بیشتر اعلام میشه طی 3-4 روز آینده داخل چنل و گروه تلگرامی که داریم. خب برگردیم داخل خود مارکت. پس نگاه، من دوست دارم یه همچی چیز ببینم، اما اگرم که مارکت اینجا کلا اسکویز کنه و در بره به سمت بالا، چیزی نیست که بخوام در واقع میگم خیلی دور از ذهنه یا نه غیر ممکنه که اتفاق بیفته. برای S&P 500 بازار سهام آمریکا، خب راجع به این مفصل صحبت کردیم. این مارکت ریجینگ بولیشه. از موقعی که این ستاپ اینجا داشتیم بارها و بارها گفتم این مارکت بولیشه، میره به سمت بالا. همچنان به نظرم ریجینگ به سمت بالا حرکت خواهد کرد. شاید یه خود پایین‌تر بزنه، یه پایینایی بزنه، ولی در کل این مارکت به سمت بالا هستش. برای طلا سقف جدید قیمتی رو داشتیم طی چند روز گذشته که زده شده. اینجا ببین، من دوست دارم خب طلا رو بتونم یه جایی تو اینجا معامله خرید باز بکنم. تا اینجا هم که رسید یه امیدایی داشتم که بیاد، اما خب اگه تو باشه از اینجا هم شورت بودیم داخل طلا. ستاپش هم دقیقاً داخل چنل داشتیم، دقیقاً تو همین نقطه مارکت رو سل کردیم. ما اینجا امید داشتیم که حالا باز شاید بتونه یه زور دیگه، یه پایین دیگه بزنه، این پایین بتونیم یه لانگ جذاب، یه معامله خرید خیلی جذاب روی چارت طلا داشته باشیم. خب نداده بهمون. چیزی که من برای چارت طلا دوست دارم انجام بدم، خب definitely اینجا وقتی اصلاح بده به فکر معامله خرید میافتم. اگر که در واقع اینجا میگم یه همچین شکلی دوست دارم معامله خرید اینجا داخل چارت طلا خودم بگیرم. اما با توجه به اینکه روی ستاپ نیست، توصیه میکنم بسیار اسکلپی بهش نگاه کنید. یعنی به این ستاپ ترید اینجوری نگاه کنید. من همیشه دوست دارم از این پایینا وارد بشم. حالا که اینجا از این حرکت تقریبا جا موندیم و نتونستیم سوار بشیم، خیلی خیلی دوست دارم ببینم که اوکی مارکت اینجا اصلاحی میده، تو تایم فریم 1 ساعته تغییر روندی رو پیدا کنم و اینجا بگیرم و سوارش بشم. حد ضررم هم خیلی تایت نگه دارم زیر همون کفی که این زون میزنه. چرا؟ البته زیر همین کف که میگم منظورم این کف هستش، این کف. چرا که خب اینجا در واقع نباید خیلی سیمپلی مارکت بره این زیر. پس دقت کنید، من ستاپی که برای طلا دارم یه همچین شکلی هستش در حال حاضر. اما خب بهش اسکلپی نگاه کنید، مارکت خیلی همین الان اومده بالا، یه خود پر ریسکه. ترجیحاً دوست دارم ببینم، اصلا دوست دارم ببینم که اینجا که وارد اگر مارکت ستاپ داد بیاد حتی استاپمون بخوره، بتونیم پایین سوار شیم. ای کاش بتونه یه بار دیگه طلا این پایین رو به خودش ببینه که بتونیم تا اون بالا مده 3000 اینا حالا بخوایم همراهیش بکنیم، یه سوینگ جذاب روی طلا داشته باشیم. اما برای الان یه همچین شکلی مد نظرم هست برای چارت طلا. پر ریسکه، ولی خب از طرفی نمیخوام اگر به صورت پارابولیک در رفت بالا من اینجا ازش جا بمونم حقیقتا داخل چارت طلا. اما خب این یه ستاپ نسبتا پر ریسک هستش، بهش دقت داشته باشید. حد ضرر مشخص، مدیریت سهامتون رو حتما رعایت کنید. خب از اون طرف ما شاخص دلار رو حالا اگر میخوایم یه نگاهی داشته باشیم با هم، یادتون باشه اینجا گفتیم رنج باوند بین این دوتا لولی که هستش، داره خیلی خوب به سمت پایین میان. دوست دارم ببینم که در واقع دوست دارم ببینم DXY اینجا بیاد به این پایین، یعنی اوکی مارکت بیاد تو این محدوده های پایین، حالا یه سری گیرا بکنه، در کل بریزه بیا. خیلی علاقه‌مندم مارکت یه بار دیگه کامان بیبی بیا تا این پایین. میتونه خیلی خوب باشه این حرکت برای بازار مالی، یه جوری حالت میلک شیک پیدا کنه و کل بازار مالی به صورت پارابولیک بتونن سود و رشد پیدا کنن اگر این اتفاق بیفته. و از اون طرف تو این بالایی که از اینجا میزنه به سمت بالا بتونیم یه بیر مارکت جذاب داشته باشیم و تمامی بازار مالی در واقع رکت بشن و ریزش‌های بسیار بسیار شدیدی پیدا کنن. ببینیم که در واقع حالا این رویا کی به تحقق در واقع اینجا میپیونده. این نمیشه کشیدش این بر اوکی. خب بریم سراغ چین لینک تو زونی که با هم داشتیم. حالا
یه چند روزی اینجا فعلا گیر کرده، منتظریم که در واقع بشکندش. ریپل نیومد تو زونی که می‌خواستیم و فعلا داره به صورت افسار گسیخته اینجا میره بالا. دقت کنید دو تا لول مهم اینجا داریم روی چارت ریپل. اگه لانگش نکردید ریپل الان اصلا فامو نکنید که بخواید اینجا خریدار ریپل باشید. حالا اینجا یا مده 60 اینا زون قوی هستش، باید این مده 75 80 اینجا شکسته بشه تا بتونیم روی ریپل حالا اندکی بولیش نگاه کنیم. به نظرم حرکتش سودش خودشو داده در واقع در حال حاضر و خب آره خیلی سیمپلی از این حرکت جا موندیم. دوستش هم ببینم یه پایین‌تر بیاد و اینجا بگیریمش که خب متاسفانه این ستاپ رو نداد. اگر وارد نشدید دیگه خیلی دیره من ازم برای چارت ریپل. چین لینک رو بررسی کردیم. خب سولانا کار خاصی نکرده، دقیقاً روی ستاپ فعلا داره پیش میره. اگر احیانا اینجا کارکشنی بده باز به نظر من میتونه لانگ داشته باشه چارت سولانا. پس دقت کنید اگر حالا درسته این بالا هستش اما در کل اگر هر پایینی هم بزنه باز با حد ضرر این زیر به نظرم دوباره میشه لانگش کرد سولانا رو. اینم حواستون بهش باشه اگر رسید که بتونید که اونم رو بگیریدش. خب این از برای امروز و ستاپ ها و آپدیت هایی که برای امروز در واقع داشتیم داخل مارکت. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و توی ویدیو بعدی مثل همیشه میبینمتون. فراموش نکنید ویدیو رو لایک و سابسکرایب کنید و داخل اوربکس ثبت نام کنید برای 1 ماه دسترسی به آکادمی ترید من و مثل همیشه